بدون اجازه من؟ صاحب باغ بیزنسمن بود، تاجر بود، تاجر حکیم عاقل و دوراندیش بود. سرمایه رو 4 تا بته نخل و پرتقال و سیب و درخت به حساب نمی آورد. وقتی این جوان با این ایمان و خدا ترسی و حلال خوری دید دو دانه‌ای که تو کوچه افتاده، گفت من باید باغو از دست بدم. این صاحب تقوا و خدا ترس و مؤمن، این جوان مجرد و این باید هر کاری بکنم جز به سرمایه های خودم بکنم. گفت برادر حلالم کن، من معذبم، پریشانم. هرچی بیشتر التماس میکرد اون سخت‌تر میگرفت. گفت چقدر بها دارد؟ من پول ندارم، کارگری میکنم. گفت اجیرم نمیخوام. همون پیشنهادی که دختران شعیب به شعیب دادن علیه السلام، یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. ای بابا این جوان موسی رو اجیر بکن تا پیش ما کار بکنه، 2 تا صفت داره، نگذار که از دستت بره. دختراش بهش گفتن. بابا گفت که پیغمبر بود، پیغمبر شعیب. گفت دخترام این 2 تا صفتش چیه که شما میگی اونو اجیر کن؟ گفت یکی قویست، یکی امینه. نهایتش گفت که پسرم به یک شرط حلالت میکنم، دختری دارم کر کور لال فلجه، باش ازدواج کن. گفت چشم. درنگ نکرد، فکر نکرد. بعد از اینکه گفت چشم، گفت پسرم دوست دارید قبل از صیغه عقد همسر آینده تو ببینید؟ گفت نه. به خاطر اون و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که از خدا بترسه. صیغه رو خوندن، داماد شد. وقتی رفت تو حجله دید که مثل این که قطعه از قرص بدر ماه شب 14 قطع بکنن تو صورت این دختر، یک پارچه نوره. گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همسرش جواب داد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، اهلا و سهلا، خوش آمدید شوهر عزیزم. بعد گفت تو صدای منو شنیدید؟ تو جواب سلام منو دادید؟ گفت بله. تو سالمید؟ گفت بله. پس این جریان حرف پدر شما چی بود؟ گفت پدر من لا ازکی علی الله احدا، اما انسان خدا ترس و با تقوایی است. درست تاجر باغداره. گفت وقتی که ما رو تربیت کرده از کودکی و بچگی، این چشم کور بوده از حرام، این گوش کر بوده از حرام، این زبان کر بوده از گفتن حرام، این دست و پا فلج بوده از دادن و گرفتن حرام، رفتن و آمدن از جای حرام. نتیجه اون شب نطفه‌ای بسته شد. از اون نطفه نوزاد پسری به دنیا آمد و اون بچه در سن 10 سالگی خواب می‌بیند که قبر پیامبر رو نبش می‌کند. یکی از ثمره‌های ازدواج فرزند سالم و صالح و مصلح است. در اسلام باید فرزند تعریف بکنی به خدا. چطوری وقتی به شرکت چینی میخوای سفارش جنس بدید میگی این سایز اینطوری، یقش اینطوری باشه، دکمه‌هاش اینطوری باشه، آستیناش اینطوری باشه، پارچش اینطوری باشه. باید به خدا سفارش بدیم. ما میگیم خدایا بچه خوشگلی به ما بده. عادت کردیم بچه ها منو تعریف میکنیم به خدا. ازدواج کردیم این خدایا بچه خوشگل که توی بچه های محل تک باشه، چشمش اینطوری باشه، موش اینطوری باشه، صورتش، اندامش شیک، سفید، خوشگل، چشمش نمیدونم فلانی، فلان رنگ باشه. اینا تعریفه؟ خدا میدونه چه رنگی رو انتخاب بکنه برای ترکیب رنگ بچه.
از خدا چیز دیگه بخوا. خدایا تعریف کن بچه تو، نگو بچه حتی بده. خدایا بچه‌ای بده که سالم باشه، صالح باشه، مصلح باشه، مفید برای جامعه باشه. این بچه رو تعریف کن و تلاش کن و حلال خوری و تقوا و نیت خیر و سنت ها رو رعایت کن و برنامه ها رو انجام بده. در سن 10 سالگی بچه خواب میبینه که قبر رو نبش میکنه. ابو حنیفه فارسی بلخی عجم سید عرب ها میشود، آقای عرب ها میشود. شما میدونه الان چند تا از کشورهای عربی هستن از علماهای بزرگ که از مذهب احناف دارن پیروی میکنن، اونم عجم بوده. تلاش کنید که بچه خوبی داشته باشیم، راه داره. سوم، سخاوتمندی تجار. آیا تاجرید؟ یکی از عوامل رونق دنیا سخاوتمندی تجاره. یه چیزی بگم، 4 سال پیش تو زلزله تو جزیره قشم زلزله آمد. 4 سال میشه دیگه، درسته؟ زلزله اول سال 84. بله 3 سال و نیم تقریبا میشه که زلزله آمده. منظورم جزیرتی هاست. آیا رفتی سری بزنید که تو این 4 سال خونه ها درست شده یا نشده؟ اگر خواهرایی که تو درگاهانن نصف یا ربع تلاشون، فقط خواهرای درگاهان، جمعیت درگاهان چقدره؟ 8000 نفر، 4000 نفر خواهر هست. اگر هر کدوم ربع طلای موجودشون رو بدن، کل این خانه ها جمع میشه. ربع طلاشون. تعداد خواهر در درگاهان نشستن همش شاید به 40-50 نفر نمیرسه. طلاشون رو دادن برای خانه درست کردن برای زلزله تو درگاهان. 4,800,000 تومان مال همین 15-20 نفر که یک مقدار کمی از طلاشون دادن، نزدیک 5 میلیون نفر، 5 میلیون تومان. یه آمار جهانی بهتون بدم، سخاوتمندی تجار. همین دکتر عمر عبدالکافی در کتابی دیگر به اسم شکر و دعا نوشته که سالانه بین 12 میلیارد دلار تا 18 میلیارد دلار فقط زنهای کشورهای عربی هزینه میکنن برای ابزار و وسایل زینتی و زیورالعوالاتشون و اسباب آرایششون، یعنی برای طلا و الماس و برای پودر و ماتیک و رنگ و روغن و همین مسائل. سالی 12 تا 18 میلیارد دلار. این شرکت هایی است که این ابزار رو تولید میکنن، این مواد رو میفرستن. اگر یک سال 86 مثلا برای کشورهای عربی